الان تقریبا 40 سالمه. 39 سالم میشه و چند ماه دیگه میرم توی 40 سالگی. واسه همین گفتم تقریبا. و این اتفاق مال شاید 15 سال گذشته است که واسه من اتفاق افتاده. من در تهران و در شهری که اونجا از بچگی بودم زندگی میکردم. کودکی نسبتاً آرومی داشتم و از اونجایی که بچه اول خانواده بودم پدر بزرگ و مادر بزرگ هم داشتم. من به پدر بزرگم خیلی وابسته بودم و به خاطر اینکه خونه ما نزدیک خونه اونها بود تقریبا میشه گفت هفته‌ای 3-4 بار پیشش بودم. البته پدر بزرگم با مادر بزرگم زندگی میکرد، ولی من جوری با پدر بزرگم خو میگرفتم که حتی مادر بزرگم هم تا حدودی حسودیش میشد. واقعا یادش بخیر. بگذریم. کودکی من به همین منوال گذشت و سالها رد شد. مادر بزرگم متاسفانه در طی این سالها فوت شد، ولی پدر بزرگم زنده بود. پدر بزرگ من همراه با خانواده ما زندگی میکرد. بعد از فوت مادر بزرگ اون دیگه تنها توی اون خونه نموند. حتی انقدر عاشق مادر بزرگم بود که بعد مرگ اون هر کس حرف از ازدواج مجدد برای اون توی اون سن میزد عصبی میشد و انگار میخواست همه چیز رو به هم بریزه. خلاصه زندگی اینجوری بود دیگه. پدر بزرگمونم پیش ما اومد. به پدر بزرگم نسبت به قبل خیلی نزدیک شده بودم، مخصوصا حالا که سن بیشتری ازم گذشته. شاید بیشتر از پدر مادر خودم اون رو دوست داشتم. انقدر بهش نزدیک شده بودم که مثلا اگه میخواست بره حموم یا جایی یا کاری بکنه خودم زودتر از همه اون رو میبردم. زمان همینجور میرفت و پدر بزرگم شکسته و داغونتر از روز قبل میشد. همینجوری داشت خورد میشد. از یه طرف بعد سالها داغ مادر بزرگم رو نمیتونست فراموش کنه و از یه طرف دیگه سنشم داشت خیلی بالا میرفت. روزهای نسبتاً خوش ما به مرور و آروم آروم داشت میگذشت و زندگی معمولی و خوش خودمون رو داشتیم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که قراره در آینده چه اتفاق شومی واسه من بیفته. شما فکر میکنید مرگ پدر بزرگم رو میگم، ولی اگه اینجور فکر میکنید سخت در اشتباهید. گذشت تا اینکه من 25 ساله شدم. توی اون سن من ازدواج کرده بودم. یه 3 سالی میشد و یه بچه هم داشتم. انقدر پدر بزرگم رو دوست داشتم که آوردمش پیش خودم و از اونجایی که پدر مادر من هم سنشون داشت بالا میرفت و نمیتونستن این پیرمرد رو پیش خودشون نگه دارن، من آوردمش پیش خودم. توی این 3 سالی که توی خونه ما بود، توی خونه ما صفا بود. همیشه سرش تو لاک خودش بود و یه اتاق واسه اون گذاشته بودیم کنار و توی اتاقش بود. توی اتاقش هم تلویزیون و هر چی که بگی واسهش فراهم کرده بودیم. حتی هر روز من و همسرم و شوهرم هم دمش کم خیلی دوستش داشت میبردیمش بیرون و دورش میزدیم و نمیذاشتیم که حوصله‌اش سر بره. اون روز خیلی به مادر بزرگم فکر میکرد. انقدر فکر کرد تا بالاخره بعد از سالها دق مرگ مادر بزرگم رو کشت. یادم زمانی که فوت کرد
توی اتاقش بود. خیلی زیبا و قشنگ روی تخت خواب دراز کشیده بود. هرچی صداش کردم بابا بزرگ بیا با ما غذا بخور، ولی هیچ جوابی نمیشنیدم. فکر کردم خوابه، ولی همیشه وقتی که زیاد صداش میکردم اون جواب من رو میداد و بیدار میشد، ولی الان اصلا هیچ واکنشی نداشت. حقیقتش ترسیدم و رفتم بالای سرش. دیدم هرچی تکونش میدم اصلا تکون نمیخوره. چون اون لحظه شوهرم خونه بود بهش گفتم بیا ببین چی شده. شوهرم تا که اومد بالای سرش بعد چند دقیقه صورتش قرمز شد، ولی گفت بپوش ببریمش بیمارستان. تا که اینو گفت من دنیا روی سرم داشت خراب میشد. با کمک هم سوار ماشینش کردیم، ولی نمیدونستیم که داریم یه جسد رو حمل میکنیم. گذاشتیمش تو ماشین و بردیمش بیمارستان. دکترها بعد از گفتن کلمه متاسفم باعث به درد اومدن قلب من و همسرم شدن. پدر مادرم هم بهشون زنگ زدم و خبردارشون کردم. اونا هم اومدن بیمارستان. بهتون نگفته بودم که این پدر بزرگم که انقدر دوستش داشتم مادرم بود و مادر پدرم اونا خیلی وقت پیش فوت کرده بودن. مادرم ناراحت و پدرم بهش دلداری میداد. همه توی غم و عذاب خاصی بودیم. اشک رو میشد توی چشمای هر کدوم از ما در هر ثانیه مشاهده کرد. من که انقدر بهش وابسته بودم توی شوک بودم. چند بار حتی قش کردم، بیهوش شدم. دلم اون رو میخواست. شوهرم هرچی به هم دلداری میداد فایده نداشت. بنده خدا تو این سالها خیلی حواسش به پدر بزرگم بود. بچه‌مونم دست پدر مادرم بود که اومده بودم بیمارستان پیششون بود. همه ما توی یه شوک عظیمی بودیم. شوکی که واسمون قابل هضم نبود. 2 روز از فوت بابا بزرگم گذشت. هنوز جسدش توی سردخونه بود. وقتش بود که خاکش کنن. پدر و مادر من خیلی اصرار داشتن که یکم دیگه صبر کنیم، ولی دلیلشون نمیگفتن و من دوست داشتم که زودتر خاکش کنن تا اینکه مقبره‌ای واسش باشه توی همین تهران که من هر روز به قبرش سر بزنم. ولی از اونجایی که پدر مادر من میزان وابستگی من رو به پدر بزرگم میدونستن، نمیتونستم بهم بگن که پدر بزرگ من چه وصیتی کرده. وصیت کرده بود که قبرشو توی یکی از روستاهایی که در نزدیکی شهر قم بوده بزنن، یعنی اونجا خاکش کنن. و این وصیت اون بوده، چون محل تولد خودش اونجا بوده و پدر مادر خودش هم اونجا فوت کردن. خلاصه بعد اینکه پدر مادرم این رو بهم گفتن ناراحت شدم، ولی بازم میزان دوست داشتن اون به حدی بود که حتی حاضر بودم بارها به اونجا برم سر قبرش. مجبور بودم قبول کنم، چون وصیت اون خدا بیامرز بود و خیلی اصرار داشت که پیش پدر مادر خودش باشه. همه ما برای یه سفر آماده بودیم. آمبولانس هم آماده بود تا یه سفری رو برای سفر آخرت پدر بزرگم بره. سفری از تهران به قم که تلخترین سفر ما بود. همگی به سمت قم راه افتادیم. رسیدیم به شهر. حالا وقت این بود که بعد از کمی استراحت بریم سمت اون روستایی که بابا بزرگم اونجا به دنیا اومده بود. اون روستای یک باغ بود، واقع در قم. و این روستا رو
خیلی دوست داشتم، چون زادگاه مردی بود که توی این سالها همه زندگی من بود. دیگه وقتش رسیده بود که اون رو خاک کنن، ولی من باورم نمیشد. به هیچ عنوان نمیتونستم تحمل کنم. رسیدیم به اون روستا و رفتیم به خونه‌ای که یکی از فامیل‌های قدیمی پدر بزرگم بوده و الان فرزندای اونا توی اون خونه زندگی میکردن. این روستا جمعیت خیلی کمی داشت. ما رو توی اون خونه اسکان دادن. البته شاید باورتون نشه، اون فامیلایی که اونجا بودن گفتن هنوز خونه‌ای که توش پدر بزرگت به دنیا اومده و خیلی قدیمیه و 2 نفرم اونجا مردن، یعنی پدر مادر پدر بزرگم، هنوز هست و توی همین روستاست. خیلی دوست داشتم اون خونه رو از نزدیک ببینم، خونه‌ای که پدر بزرگم اونجا به دنیا اومده. چی بهتر از این؟ ولی اون فامیل پدر بزرگمون از این که برم اون خونه رو ببینم من رو منع کرد. گفت به هیچ عنوان نزدیک اون خونه نشو. دلیل این نذاشتن و اجازه ندادنشو نفهمیدم، ولی همونقدر درک میکردم که بهشون موقع بگم چشم و توی دلم گفتم خودم یواشکی میرم خونه رو پیدا میکنم و میرم اونجا. مگه این روستا چقدر بزرگه؟ البته اکثر کسایی که توی اون روستا بودن اون خونه رو بلد بودن. من هم دیگه اون موقع زیاد سوالی نکردم و توی غم خودم غرق بودم، با اینکه نمیدونستم اتفاقی بدتر از این در انتظار منه. روز خاک سپاری فرا رسید و همه دور اون قبری که پدر و مادر پدر بزرگم اونجا بودن جمع شدن و یک قبر رو برای پدر بزرگ مرحوم من کنده بودن و همه چیز آماده بود که اون رو به خاک بسپارن. من از ناراحتی زیادم اول مانع این کار می شدم، ولی اقوام و بقیه کسانی که اونجا بودن جلوی من رو می گرفتن و نمیذاشتن که نزدیک بشم. خلاصه بعد از حدود 2 ساعت مراسم خاکسپاری یا کمتر تموم شد و همه رفتن به خونه تا مراسم رو بگیرن. یه ناهاری دادیم و یه شامم بعدش دادیم و شب شد. دیگه همه فامیل توی اون خونه‌ای بودن که اونجا اون اقوام پدر بزرگ همون قدیمیه اسکان داده بود. خونه هم بزرگ بود، همه توش جمع شدیم. رفتیم اونجا، شب بود و همه دور هم جمع. همه غمگین بودن و به هم دلداری میدادن و میخواستن حال همو خوب کنن و نذارن که بقیه بیشتر از این توی ماتم باشن. شب شد و همه خوابیدن. من توی مراسم خاکسپاری با حالی گریون و داغون از چندین نفر خونه‌ای که پدر بزرگم اونجا به دنیا آمده رو پرسیدم و چون اون روستا خیلی کوچیکه و جمعیت کمی هم داره، اونها آدرس اون خونه رو میدونستن. آدرس رو گرفته بودم ولی به هیچ کس نگفتم. بنده خدا یه پیرمردی بهم داده بودش، ولی اون هم بهم گفت که به سمت اون خونه نرو. دلیل اینکه مانع می شدن من به اونجا برم رو نفهمیدم. داشتم میگفتم شب بود و من در فکر پدر بزرگم بودم. خواب بودم و همین جوری اشکام واسش می اومد. منظورم از خواب بودن یعنی اینکه توی رخت خوابم دراز کشیده بودم و چشمامو بسته بودم و تظاهر می کردم که خوابم، ولی توی دلم و قلبم و مغزم آشوب بود. آشوبی که بعد از مرگ پدر بزرگم برای من به وجود اومد. انقدر فشار درد مرگ پدر بزرگم واسم زیاد بود که همون موقع
آروم و یواش که فکر کنم ساعت 3:30 صبح بود بلند شدم و رفتم سمت قبرستان. اون موقعی که میخواستم از خونه بیرون بزنم خیلی آروم و با حواس جمعی تمام میرفتم سمت در. البته این نکته رو هم باید توی پرانتز بگم، جایی که پدر بزرگ من رو خاک کرده بودن به اون خونه نزدیک بود، واسه همین اون ساعتی نترسیدم و همه کسایی که توی اون روستا بودن همه آدمهای خوب و با شرفی بودن و اون مکان هم خونه زیاد بود، یعنی یه جورایی خاطرم جمع بود که ساعت 3 صبح کسی به هم کاری نداره. همون ساعت آروم آروم بلند شدم و رفتم سمت قبرستان. رسیدم به اون قبرستان. 3 قبر از دور خودنمایی می‌کردن که یکی از قبرها تازه بود. رفتم سمتش و برای پدر بزرگم فاتحه خوندم و نشستم و یه دل سیر گریه کردم. دیگه بعد 1 ساعت وقتش بود که برگردم، ولی زمانی که میخواستم برم کسی رو توی قبرستان دیدم. نگاه کردم و دیدم دوباره نیست. محل ندادم. صدای پا اومد بعدش. این صدای پا دور تا دورم انگار میچرخید. صدای پا که قطع میشد دوباره یکی رو میدیدم. هی این چرخه انقدر تکرار شد که من ترسیدم. شاید در حدود ربع ساعت از جام بلند شدم و با حواس جمعی تمام دور و ور خودم رو نگاه می کردم. درختای زیادی اونجا بود. اون منطقه سرسبزه. از پشت درختها من رد شدن انسانی رو حس کردم. حس که چه عرض کنم، قشنگ دیدم یه نفر داره رد میشه. هی از پشت درختها رد میشد و میرفت این ور اون ور. اول فکر کردم یکی از اهالی اینجاست. دوم گفتم نه، شاید دزدی یا چیزی باشه. سوم گفتم ممکنه یه موجودی باشه. ترس رو از خودم دور کردم و به پدر بزرگم ایمان داشتم. ولی همین که سرم رو پایین کردم دیدم جز قبر پدر بزرگم و پدر مادرش همه قبرها یه چیزی مثل دست ازشون بیرون زده و همین جوری داره تکون میخوره. تا که این صحنه رو دیدم ناخودآگاه فریاد زدم و جیغ زدم و انگار هیچ کس نمیشنید. خونه ها رو داشتم از دور میدیدم ولی دست کلی جلوم بود. نگاه پای سرم کردم دیدم اونجا خبری از دست نیست. ترسیدم که به سمت خونه ها برم. گفتم بذار از عقب برم که دور بزنم و برم سمت خونه ها، ولی از سمت راست نمیشد رفت چون اونجا همون جایی بود که درخت‌ها قرار داشتن. ولی از سمت چپ که میرفتم اونجا محیط خالی بود و میتونستم خیلی راحت دور بزنم و به سمت خونه ها برم. حالا به شدت ترسیده بودم و جلومم کلی دست بیرون زده از قبر بود که نفهمیدم اونا به خاطر چی هن. رفتم عقب و به سمت راست خودم رفتم. به سمت راست که میدویدم یه نیروی همین جور من رو به جلو میبرد. انقدر جلو رفتم تا کلبه ای از دور حواس من رو به خودش جلب کرد. به خاطر اینکه قبلا اون پیرمرد آدرس خونه‌ای که پدر مادر همون پدر بزرگم و خود پدر بزرگم اونجا بودن، اونجا به دنیا آمدن و اونا مردن رو به هم گفته بود، من هم وقتی که اون کلبه رو دیدم و وقتی که شواهد رو گذاشتم کنار هم و همه آدرس هایی که داده بودن دقیقا هم اونجا بود، متوجه شدم که اون خونه همون خونه‌ایه که پدر بزرگم اونجا به دنیا اومده. حس ناراحتی به جای حس ترس همه وجودم رو احاطه کرد. حالا دیگه توی یه حالتی بودم که هم ترسیده بودم و هم ناراحت بودم. گریه کردم. اون لحظه گریم گرفت. یه زن 25 ساله، اونم تنها توی این منطقه. این به خاطر ترسم بود و از اون ور خوشحال بودم
که اومدم خونه ی پدر بزرگم. خیلی دوستش داشتم، انقدر دوستش داشتم که این دوست داشتنش باعث شد من تصمیمی بگیرم که بزرگترین تصمیم زندگی بود. رفتم به سمت کلبه. همینجوری که قدم میذاشتم انگاری یه نفر من رو به سمت اون کلبه میکشید. قدمام محکم‌تر از قبلی به سمت اون کلبه بود. بالاخره رسیدم جلوی درش. در کلبه رو باز کردم و وارد در کلبه شدم، ولی همین که وارد در کلبه شدم و در رو بستم احساس کردم توی اون کلبه تنها نیستم. اون کلبه ی لعنتی هیچی نداشت، فقط چوبی بود و خالی از هر وسیله‌ای بود. همینجوری نشستم وسط کلبه، از درزای کلبه نگاه به بیرون میکردم و تعجب کردم. اون موقع شب بود، چرا از بین کلبه من بیرون رو روز میدیدم؟ نگاه دور و برم میکردم. گیج بودم. رفتم سمت در کلبه، در باز نشد. برگشتم عقب. یهو نگاه پشت سرم کردم و پدر بزرگم رو دیدم. پدر بزرگم گوشه کلبه نشسته بود، زل زده بود کف زمین. تا که نگاش کردم و صداش کردم پدر بزرگ یه لحظه روشو کرد سمت من رو گفت جانم. جانمش با همیشه فرق داشت. مثل همیشه نبود. هم ناراحت بودم هم ترسیده بودم. از بیرون نور میخورد بهش، با اینکه شب بود. چجور ممکنه نور بیاد؟ دست و پامو گم کرده بودم. نمیدونستم توی چه وضعیتیم. فقط میدونستم که اون پدر بزرگمه. دوست داشتم برم سمتشو بغلش کنم، ولی نمیتونستم. باهاش حرف زدم، گفتم الان کجایی؟ جات چجوره؟ اون نگاه میکرد و میگفت خوبم. بهش گفتم اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم توی این کلبه به دیدنت. ولی پدر بزرگم هر ثانیه که صحبت میکرد صداش ضخیم‌تر و کلوفتر میشد. انگاری داشت یکی دیگه میشد. دست و پامو گم کردم. صداش کلوف شد، صداش ضخیم شد. من رو صدا میکرد ولی انگار صدای خودش نبود. به هم میگفت بیا سمتم، اگه نیای من میام. میگفت بیا بغلم کن، بیا در آغوش من باش، بیا و بیا. و این صدا همینجور کلفت و بدتر و وحشتناک سر میشد. به حدی صداش وحشتناک شد که من داشتم به وضوح میدیدم ظاهرشم داره تغییر میکنه. اون دیگه پدر بزرگم نبود. حالا من موجودی رو میدیدم که دستای عجیبی داشت، دقیقا مثل همون دستا که از قبل زده بود بیرون. دستاشون شکلی بود. صورتش خیلی عجیب بود. چشای بزرگ، یکی سفید بود یکیش قرمز. موهاش یه طرف سرش مو داشت و یه طرف سرش نداشت. پاهاش خیلی ترسناک بود. پاهای لعنتش سم داشت. بهش خیره شدم و همینجور پشت سر هم جیغ میکشیدم. انقدر جیغ کشیدم و هرچی دعا بلد بود خوندم که از حال رفتم. تا آخرین لحظه یادمه که اون لعنتی همینجور نزدیک من میشد. اون که پدر بزرگ من بود. پس من حالا داشتم کی رو میدیدم؟ به هوش اومدم. حالا متوجه نبودم که کجام. فقط توی خونه همون فامیل پدر بزرگم بودم و پدر مادرم و یه مرد ریشویی که ریشاش همه سفید بود و شاید تا پایین سینش بود پیش من نشسته بود و یه تسبیح بزرگم دستش بود. البته منظورم از این که میگم تسبیح بزرگ یه چیزی مثل تسبیح بود. البته مطمئن نیستم که تسبیح بود و همچنان یه جوری بود شکلش. تعجب کردم، ترسیده بودم و یهو از جام پریدم و گفتم من کجام؟ من اینجا چی کار میکنم؟ پدر مادرم سعی میکردن آرومم کنن. همسرم هم از یه طرف، بچه‌م هم گذاشته بودن پیشم که من حواسم پرت نشه پدر بزرگم، یعنی دلش رو نخورم. ازشون پرسیدم چی شده.
اونا گفتن تو نصف شب از خونه بیرون زدی. این رو من اون موقع نفهمیدم. اون پدرم داشت تعریف میکرد، میگفت فرداش فهمیدم، ولی فرداش زمانی فهمیدم که تو رو برده بودن اونجا. تو پریشب، همینجا که گفت پریشب من یکم تعجب کردم، گفتم یعنی چی پریشب؟ ولی ادامه داد حرفشو، گفت تو پریشب یه نفر از اهالی روستا ساعت 6:30 صبح تو رو پیدا کرده بود وسط پیابون، دقیقاً جایی که گوسفنداش رو چرا میکنه و تو رو میبینه و میاره اینجا. البته اون فرد توی مراسم خاکسپاری بوده و تو رو شناخت، آوردت اینجا و تو یه روز بیهوش بودی، یه روز کامل نمیدونستیم چی کار کنیم. فقط بزرگایی که اینجا بودن از وجود جن توی این قبرستون و توی اون بیابون گفتن. تو که گفت قبرستون، گفتم شما از کجا میدونید که من اون شب رفتم قبرستون؟ میگفت زمانی که تو وارد قبرستون شدی، یکی از اهالی از پنجره خونشون تو رو دیده و بعدش وقتی که رفتی به سمت اون بیابون هم مشاهدت کرده، ولی فکر کرده یکی از همسایه هاست و کار داشته، یعنی نیومده، اینجور بهت بگم. و تو میری سمت روستا و فردا توی روستا اطاعت میکنن. گفتم پس شما کی هستید؟ منظورم با اون پیرمرد ریشدار بود. پدرم گفت آروم باش، واسه تو اتفاقی افتاده که لازم ایشون واسه شما دعا بنویسه. من که اون موقع 25 سالم بود و بچه نبودم که بخوام ازن پنهان کنم. ازشون پرسیدم بگید واقعیت چیه؟ گفت تو ممکنه که جن زده شده باشی و الان دعاهایی که این دانویس و این درویش بزرگ این روستا واسه تو می‌نویسه میتونه تو رو از شر و هر گونه گزند از سمت اونا محافظت بده. اون روز خیلی به هم فشار وارد شده بود، مخصوصا بعد اینکه یه روز بیهوش بودم و اون اتفاق شوم واسم افتاده بود و بدتر از همه مرگ پدر بزرگم. نمیتونستم چی شده. شاید اولش به خودم تصور میکردم که اون چیزی که توی اون کلبه دیدم خواب بوده، ولی بعدم متوجه شدم اون خونه‌ای که پدر بزرگم اونجا به دنیا آمده اصلا توی اون منطقه نبوده و علت این که همه کسایی که اونجا بودن و من رو میکردن که به اون خونه برم این بوده که میترسیدن اون کلبه روی سر من خراب بشه و من فوت کنم، اگر نه اون خونه کاملا پاک بوده. و اون شبم من هیچی جز قبرستون یادم نمیاد، فقط یادمه که رفتم توی بیابون و رفتم سمت اون خونه و فرداش که نه پس فرداش من رو اونجا گذاشته بودم و بیهوش بودم و وقتی به هوش اومدم خیلی تعجب کرده بودم. واقعا اون روز سختی بود. بالاخره وقتی که آروم شدم و بعد از خاکسپاری 1 ماه اونجا موندیم و برگشتیم شهر خودمون، من دیگه از هیچ کس جدا نمی شدم. تو این 1 ماه هر روز اون دانویس می اومد پیشم. پدر مادرم هم و اعضای فامیل و بعضی ها هنوز بودن. دیگه وقتش بود که برگردیم تهران. برگشتیم تهران و الان بعد 15 سال من این داستان رو برای شما نوشتم که امیدوارم خوشتون بیاد و یکی از ترسناکترین و تلخترین داستانهایی بود که نوشتم و خیلی از این که اون رو نوشتم و دوباره به یاد آوردم ناراحت شدم و ترسیدم. بعد 15 سال هیچ اتفاق ماورایی و بدی واسم نیفتاده، خدا رو شکر. امیدوارم که واسه شما هم هیچ وقت نیفته.